استفاده عاقلانه و باثمر از منبع‌های آبی خودجاری در ساحه کشاورزی از عامل اساسی تامین معدنیت استفاده برای زمین و اساس گرفتن حاصل فراوان از زراعت‌های کشاورزی است. مخصوصاً در دوره زمستان تدبیر مهمی زمین‌گذاری به حاصل دوره میانبعده میباشد. با دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و طبق امر رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده، ساختارهای صاحبه کشاورزی، خواجگی‌های دولتی آب، کمیته‌های اداره زمین و دیگر تشکیلات و کارخانه‌های مربوط ساحه را ضرور است که در این مرحله فعالیت با نظام و عمیق را عملی نموده در همکاری با خواجگی‌های دهقانی، کوپراتیوها، اساسیاسی‌های استفاده برندگان آب از همه منبع‌های آبیاری عاقلانه و مقصدناک استفاده نمایند. گرفتن آب‌های ذخیروی و یک خوابمانی از جمله چاره‌بینی‌های مهم در این سمت است. در ولایت سوخت آب‌های سای خواجه بقیرغان که زمین‌های ناحیه‌های باباجان غفوروف و جبار سولف، دریای آقسی و اسفنسا که زمین‌های ناحیه اسپیتامین و جبار سولف، اسفرسا و دریای اسفره که زمین‌های ناحیه اسفره و کانیبادام، دهکتسای که زمین‌های استراوشن، دیوشتیج، شهرستان، سای پونوک و پانغازسای که زمین‌های جماعت‌های دهات پانغاز، اشت، پونوک و دریای زرافشان که زمین‌های کشاورزی پنجکنت و عینی را شاداب می‌گرداند از سرچشمه و امکانیت‌های آب‌های خودجاری‌اند. امروز ها بعد از حاصل خونجویی کردن باز با یخابمانی با تلقی طلبنامه با یخابمانی و این آبی سوی با خود منفعت کلان دارد. اگر آب مانی با سال آینده این موضوع ها با حاصلناکیشون نقض بشد و نمی که در زمستان می ایستد تا اولی بهار وقتی گرمی تاثیر خود را می رساند. از طرفی اساسیاسیون و خواجگی‌های آب استفاده برنده درخواست‌ها زیاد شده ایستادند. آب با نوبت با ناحیه جبار سولف و ناحیه باباجان غفوروف با طبق نقشه تعیین شده تصدیق شده با آب تامین کرده ایستادیم. در همین شب و روزها موافقی همین خواجگی‌های کشاورزی و کشاورزان ناحیه باباجان غفوروف و جبار سولف درک نمودند که با آب سوی، آب خودجاری، آب سوی آبیاری کردن این بسیار منفعت کلان دارد. بنا به معلومات فوری سریاست کشاورزی در این شب و روز در 3234 گکتار از جمله باباجان غفوروف 493، استراوشن 860، اسفره 756، پنجکنت 325، اسپیتامین 710، شهرستان 55 و جبار سولف 35 گکتار یخاب گرفته شده است. این تدبیر روز از روز وسعت می‌یابد و در عموم باید در 14000 گکتار زمین‌های کشاورزی و میدان‌های باغ و تاک این تدبیر مهم عملی کرده شود، زیرا یخابمانی تدبیر مهم اگرتکنیکی بوده. بعد شدگار زمین در فصل سرما یخابمانی باعث نابود گشتن حشرات ضرررسان می‌گردد و از عامل‌های نگهداری نمناکی زمین، حذف شدن نمکی زمین و محافظت باغ و تاکزار از خنک‌زنی است. شرشه‌ای زمین، تازه کردن کانال و زهبرها و شبکه‌های آبگذاری زمین‌های خواجگی و بین خواجگی از مجموعه چاره‌بینی‌های زمینه‌گذاری به حاصل آینده است. اهل خواجگیداران و کارمندان و متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه‌های اسپیتامین و جبار سولف با استفاده از امکانیت‌ها و با کمک و مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و مقامات اجرایی محلی در شبکه و انشاءات آبیاری تازه نمودن از لایقه و گل را آغاز نموده. همچنین تعمیر قسم‌های احتیاطی پایگاه‌های آبکشی را به راه ماندند. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به تدبیرهای بهتر نمودن وضع ملیتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی برای سال‌های 2018-2022 سال 2021 در ناحیه اسپیتامین به مبلغ 61722 سامانی از حساب حق خدمت آبرسانی به مسافه 120 گکتار حالت ملیتیوی بهتر کرده شده است که آن 90% بوده. سای قرانگل با درازی 4 کیلومتر تازه کرده شده. به طریق حشر در سربند دریای آقسو با درازی 300 متر کارهای ساحل مستحکم کنی عملی گردیدند. در منبع خودجاری طبیعی آقسو آبهای منبع طبیعی را با موافق نقشه چاره‌بینی و خواجگاه یخابمانی و ذخیره آبمانی و در اساس درخواست خواجگاه دهقانی اساسیاسیون اسفاننگ آب دسترس کرده ایستاده است. ما شاهد همین هستیم که در اساس مناظر زمین های از بعد حاصل جمع‌آوری خالی شدگی شدگار کرده آماده ساز کرده است که با یخابگیری زمین های آماده ساز کرده ایستاده.
موافق نقشه چهاربینی 2021 که به نقشه گرفته شده تامین آبهای پالیزی به خواجگاه دهقانی اساسیت استوانگان آب 126 میلیون متر مکعب تشکیل میداد. تا امروز 2021 سال 116 هزار میلیون متر مکعب آبهای پالیزی خدمت رسانده شد که این 86% نقشه ترتیب می‌دهد. حق خدمت آبرسانی باشد اگر زیاده از 2,300,000 بود، همین 1,996,000 تومانش از طرف خواجگاه دهقانی آب استفاده کننده به خزینه اداره وارد کرده شده است. در ناحیه جبار رسولوف گرفتن یخاب نسبت به سال گذشته 10% زیاد است و منبع‌های آبی آبیاری به جز پایگاه‌های آبکشی اسفندسای، خواجه بقیرغان، چشمه‌های دهمایند که زمین‌های جماعت‌های دهاتی غولک‌انداز، حیاتی نو، دهمای، گلخانه، سامانیان از این منبع‌ها استفاده می‌کنند. یخاب مانی را در ماه‌های ینور و فوریه باز هم وسعت می‌دهند. کشاورزان ولایت دارای تجربه‌های با استفاده آبی آبیاری‌اند و از عنعنه‌های بابایی ثمرناک استفاده می‌کنند. کارمندان متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه جبار رسولوف تعمیر پایگاه‌ها و شبکه‌ها و انشاءات را با صفت تا آغاز موسم نو آبیاری تامین نموده‌اند. عین حال ما از پایگاه‌های آبکشی اون قسمایی که به تعمیر نیاز دارن به همین سیخ مکانیکی آورده در اینجا تعمیر کردن. در این سیخ مکانیکی اساساً آبکش ها، ولی کاری و دیگر قسم ها تعمیر برآورده شده. محرک ها باشد در سیخ برقی کارهای تعمیری گذرانده شده ایستاده است. بغیر از این در کانال ها، شبکه های آبزد در کانال ها تازه نمودن شبکه های آبیاری را آغاز نمودیم و کوشش میکنیم که از تمام امکانیت ها استفاده برده شبکه های آبیاری را تا آغاز موسم آبیاری سال 2022 آماده نماییم. الحال در همه خواجگی‌های کشاورزی ولایت تدبیر اساسی اگرتکنیکی شدگاری زمین جریان دارد. با دستور سپارش محترم رئیس ولایت، کشاورزان ناحیه برای سری وقت به اتمام رسانیدن شدگاری تیرماهی تمام چاره‌ها را اندیشیده ایستادند. در ناحیه به مقدار عمومی زیاده از 200 عدد تکنیک‌های شدگار کننده موجود می باشد که از آن جمله 90 عدد آن تراکتورهای تسمه چرخ می باشد و حالا چخیلی که دیده ایستادیم در آن زمین‌هایی که از کشتی تکراری امروز حاصلش هم داشته گرفتند و ما در این زمین‌ها شدگاری تیرماهی گذرانیده ایستادیم و کوشش میکنیم که در مهلت‌های کوتاه‌ترین شدگاری تیرماهی را به آخر رسانیم. دورنمای شدگاری تیرماهی موافق ناحیه 13500 گکتار میباشد که ما از فرصتی مناسب استفاده برده با پرگی به انجام میرسانیم. در عرفیت گفتند که شدگاری تیرماهی یکی از عامل‌های بلندحاصلی میباشد و ما این عامل اساسی کشاورزی را سری وقت با صفت بلند به اتمام برسانیم. در ولایت شدگاری زمین‌ها در 63462 گکتار گذرانیده شده است که آن 30% نقشه شدگار را تشکیل می‌دهد و همه روزه با جلب 300 تکنیک‌های شدگار کننده به حساب میانه 1400 گکتار زمین‌ها از شدگاری خوش‌صفت برآورده می‌شوند. با سپارش رئیس ولایت سوخت باید به شدگاری زمین و دیگر چاره‌بینی‌های اگرتکنیکی صورت بخشیده شود.